یکی دیگه از سوالات ساده کنکور تجربی سال 403 گفته اگر که F و G دو تا تابع باشن و F و G اینورس A مساوی -3 باشه مقدار A کدومه؟ خب ما میدونیم که F و G اینورس یعنی F G اینورس A شده -3. پس ببینیم در تابع F برای چه مقدار Xی Y -3 هست. همینطور که میبینیم اینجا 1/4 برای 1/4 ایگرگش میشه -3. پس نتیجه میگیریم که G اینورس A میشه 1/4. از طرفی میدونیم G و G اینورس معکوس هم و وقتی معکوس هم دیگه باشن یعنی بارون هم دیگه باشن میتونیم جای X و Y رو عوض بکنیم، X و Y رو تبدیل کنیم. پس اینجا که ایگرگش 1/4 توی G X بوده، پس G 1/4 مساوی با عوض شد با جای برابر با A. حالا در تابع G مقدار 1/4 رو قرار میدیم منفی قدر مطلق 1/4 در رادیکال 1/4 که رادیکال 1/4 شد 1/2 و جواب -1/8 هست. به همین سادگی.